ببین، مرتد عبارت از شخصی است که اسلام عزیز را ترک بکنه به یک دین دیگه داخل شود. ارتداد به معنای ارتجاع است، پشت سر رفتن. کسی که چنین کار را میکند، 3 روز را که علما برش تعیین کرده به خاطر عزیز که این را قانع بکند، از پیش پرسان شود تو مثلا مسیحی شدی، چی خوبی در مسیحیت بود که در اسلام نبود که تو رفتی دو جا؟ همون خوبی را نشان بده. اگر او خوبی را نشان داده نمیتونه، امکان نداره که یک چیزی از اسلام که در دین دیگر خوب باشه، امکان ندارد. بنان وقتی که در 3 روز قانع شد، خوب. اگر ادامه داشت امی مذاکرهش و امی تفحصش، خدا کنه که 1 سال ادامه پیدا کنه، ما حق کشتنش نداریم، بلکه باید قانع شود، بند شود که دیگر دلیل گفته نتونه. هرگاه بند شد، باز تائب نشد، اسلام نیاورد، تجدید نکرد دین خود را، کشته می شود. و این کشتنش هم به خاطر عزیز که این خود فروخته. صحیح شد؟ وقتی که خود فروخته باشد، سر امن ما تأثیر میگذارد و هر کس که امن ما را، امر ملی ما را هجوم بیارد، سقوطش بدهد، طبیعی است که جزایش کشتن است. و زندیق عبارت از مرتد است که بر علاوه از اینکه اسلام را ترک میکنه، به شعائر الله توهین میکنه، تحقیر میکنه، به پیغمبر دو میزنه، به خدا دو میزنه، به قرآن. این نفر جز کشتن شهید دیگری چیش نیست. تشکرش.